با ویدیو میکنیم. سوال 5. ای زنها کی یکم اسلام را قبول کرد؟ 5. خب ای مردها یکمین کی اسلام را قبول کرد؟ از پیغمبر اعظم محمد صلی الله علیه و سلم چند تا فرزند داشتن؟ چند تا زن بودن؟ چند تا مرد بودن؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، امروز ما تصمیم گرفتیم که یک تا برنامه کنیم. در برنامه ما امروز این برادرها اشتراک میکنه. برنامه ما همین خیلی که از اسلام، از دین سوال میتیم. مثلا این برادرها اگر همین سوال ما را جواب گرفتن، مثلا 5 تا سوال باشه، 5 تا سوال جواب گفتن، ما هم برادرها مکافات میتیم. یا مکافات میتیم یا که مثلا برادرها خیلی که بوجونا میشناسید، خیلی برادرونه مثلا یا که همین حوزه 5 سوالشون میتونم، هم 5 سوال اگر جواب گفته تونستم هر دشه میرم فیتا باشگاه میکنم، میبرم به فیتا باشگاه هر چه مساج میکنم با واکنی مساج که راحت کنه پولوسی. مثلا اگر که با کلاب گیرم خیلی، اگر که نه مکافات چون میتی. خب دوامش اجرات کنید برادر، نیا کنید دوامش تماشا کنید. تایید کن. کسی که برادر خواهشی که در همین برنامه ما اشتراک کردن داره در همین نمره زنگ زنه. سلام علیکم. سلام علیکم یا دیگه برادرها. این اکای بابا جان قطعی برادرمون اکای اسلام جان تیارن برادرها. بعد این برنامه را خوبیش در چیه که شما میتونید که یک معلوماتی خوب از اسلام، یعنی که همین چیزا شرطه برای شما دانستن شما گیرین. خب تیار نکا اکای اسلام تیاری؟ بله. خب یکم سوال، کلمه طیبه چیست؟ این سوال با کدوم بود؟ به هر دوتون اکا. خیلی بیاگن جوان. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه طیبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. برادر اهل اسلام کلمه شهادت گفتی خدات، کلمه طیبه گفتی سام لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله. خب ملادیز به هر حال قبول شما بله. اونجا در خریبه فیتاباچ کن. دیم سوال مو پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با کجا هجرت کردن؟ پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم سالی که اهل قریش مقصد نجتنش از آواش میدن شکنجش میتین هجرت کرد از مکه به مدینه. ماشاءالله. مدینه منوره. مدینه منوره. بله. بازم یک سوال دیگه برادر اهل اسلام. سیم سوال، بینای اسلام چند تا است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینای اسلام از 5 کلمه است. یکم کلمش اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. دیگه‌اش زکات، نماز، باز چی بود؟ روزه گرفتن و یک دیگه‌اش. خب زکات، نماز، روزه، سیتا، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. یعنی کلمه شهادت. و اگر حج عمره رفتن، حج فرضی رفتن، اگر خود مقصد قوت درمان داشته باشه. ماشاءالله. خب برادر ما گذشتن. خب میتیم برادر ما سوالی 4. بیام. خب برادر ما سوال 4. پیغمبر اعظم محمد صلی الله علیه و سلم چند تا فرزند داشتن؟ چند تا زن بودن؟ چند تا مرد بودن یا که پسر؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قول 14 زن داشت، به قول 7 زن داشت. الله اعلم میش فراموش کردم. یک برادر راست میگم یک بار قپید دمیجش. مایلش برادر خیلی سوال چند فاز توش نمیده. همیشه بگو برادر اسلام پیغمبر اعظم محمد صلی الله علیه و سلم چند تا فرزند داشتن؟ فهمیدم. میگم یک بار شوندم.
اگر که دروغ نشه 7 داشت. خب حضرت فاطمه در کار نیست مثلا تمی فقط تمی همیشه بگی 07 بود نه بود مثلا که تمی صفر از شش گفتم نمیتونم. خب برادر تو بگو که چند تا پسر بودن چند تا دختر 4 تا تدام تبگی ما خدمه میدونم. اوجه شما بود. برام جمشی نه نمیبرم برام بعد همه ایستینی روای کو ایست بس دام ته ایستینی بخدا نمیبرم 4 تاش با فیلم 4 تاش پسر بود. نه 4 دختر. نه خب 4 دختر 4 پسر بود 3 دختر. خیلی من نمیدونم. زن حضرت علی، زن حضرت عثمان. 3 تا دختر بود 4 پسر. طوری گفتم؟ بله. یا اخی تو میگی که با وجود دینا برادر اهل اسلام سوال میتیم سوال 5 خودی 5 نبود نه 4 بود سوال 5 خب ای مردها یکمین کی اسلام را قبول کرد از مردها یکمین اسلام را قبول کرد بعد حضرت محمد حضرت علی برادر اهل اسلام خوشرو فکر کن حضرت ابوبکر حضرت علی ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق به هر حالی که اکای اسلام شریک شما بود خوش میکنم اکای اسلام کم تریستر بشینه مثلا شریک شما بود برادران قبول میکنیم الله تعالی قسم میکنم که هم قبول نشونم دیانم این یگان چه تئوری برای که یکم برنامه برادر قبول دستگیریش کنه ان شاء الله حرکت میکنه که آینده ها جالب یعنی که سوالا را جدا زیاد قرآن مقصد چند آیت عبارت هست چند سوره هست چند جلد داره و سوالش جدا میکنه یکم برای هم اشتراک کردم با تمام سر دهنم نگاه کنه یک بخش رو جلوان ششتم خب یا سوال خب آخران سوال 4 تا دونستم یا تا بله 4 تا دونستی اصلا قبول خب آخران سوال اگر همین سوال شما دانین هر دی شما را من خدم لیچ نه برادر اهل اسلام هر سوال برای هر دتا گفتم مثلا شما دو کسی خب میبرمتون هر دو هجوم میکنم مثل کی مثلا یا کی بله یا کی مثلا چی کی خواهش داشته باشه خب با ویدیو میکنیم سوال 5 ایزن ها کی یکم اسلام را قبول کرد حضرت خدا رحمتش کنه مادرمون خدیجه یعنی زنی پیغمبر محمد صلی الله علیه و یکم زنش کی مثلا خودش 20 سال کلم بود فیلم شرط نیست چند سال خلاص حضرت خدیجه حضرت خدیجه او ورینی او ورین ماشاءالله مالدیس برد کردین شما برادر با یگام تت نگین کی مقصد که همین جمع همین برادر رو مقصد پیشکی ما تیار کردیم یا که یگون چیز کردیم خب غالبیت مبارک باشد من در خدمت تیار من چیکار کنم شما را هجوم کنم یا که هر دتا خب راست قدی راه قبیده آوردم و اینم ته میگیرم و حکم با اسلام کردم من میبره فیتابوچ کامینه فیتابوچ کامیرا ان شاء الله شما بکنه بعد شما فیتابوچ کامینه مساج میکنه میگیره واکوم مساج میکنه ان شاء الله برنامه دیگه ان شاء الله با یک برادر خوب ان شاء الله کد کامنتر نویسه کدمت که اگر خوش در برنامه دیگه کسی که برادرو میخواد که برنامه ما اشتراک کنه اینا میتونه برادر بیاید اینجا من سوالش میتونم اینا برنامه در اشتراک میکنم من سوالش میتونم سوال دانست میتونم هم برادر یا که قرآن پدر کش کنم یا که جای نماز پدر کش کنم یا که دوخی یا که همین دورو همینجا یا که فیتابوچکا یا که مثلا هجومه چیزی که باشه ان شاء الله که در خدمتیم کسی که خواهشمنده اینا برادر اینجا نمره می نویسونم با نام جدیده سه نتیجه پاتولوگ مسکوسکی اوبلاست با مسکوسکی مثلا مسلمی نمره ما هینم نمره دام میتونه زنه برادر اهل اسلام کسی که خواهشمنده در همین مسئله اینا بیاین ما تیار برنامه ما در اشتراک کنیم تیار بود یک دفعه بیچاره در راه اومد زد خلاصه حرکت میکنیم سوالام هم اسلامی شوند هم دینیوی شوند که تو که مفکوره ما هم اگر که خیلی گرچنده با بچه یگانجا بیایم با بینندگان با اخذ میکنن بسیار چیزایی که فراموش کردگیم نمیگم که نمیدونیم فراموش کردیم با هم خودی دوام ویدیو را در حجامت تماشا کنیم چه خدمت ها میکنه در حق ما. سلام علیکم و رحمت الله.